در طواف سنت است که اضطباع کنید. اضطباع کتف راست را میکشایید. این فقط خاص به مردها هست. احرام را از زیر بغل گذرانیده به طرف کتف چپ میپرتاید، طرفش را کتف راست کشادگی میایستد تا آخری طواف. فقط برای مردها، فقط بار اول وقتی که طواف قدوم میکنید، یعنی طواف عمره، اگر حاجی باشد طواف قدوم. طواف قدوم یعنی اولین طوافی که حاجی به مکه آمد میکند، همون طواف قدوم است. اما به شخص عمره کننده یعنی که همین اتباع سنت است، یعنی این فرض نیست، واجب نیست. اگر رفت و نکرد گناهکار نمیشد، لیکن ثواب است. و سببش هم وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه به مکه آمدند، کافران قریش گفتند که اول به نزد ما یک قوم می آید که بیماری، تبلرزی یا وبای مدینه آنها را لاغر کرده، آنها را بی جان و بی قوت کرده است. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نشان دادن به کافران قوت مسلمان ها را امر کردند که کتف راست را کشایید. برای چی کتف راست را؟ برای اینکه کافرها در طرف راست می نشستند و کعبه را شما به طرف چپتان می مانید. وقتی که طواف را شروع کردن شدید، کعبه را به طرف چپتان می گیرید و دست راست خود را می کشایید. طواف را شروع می کنید.